تو این ویدیو قراره با ارتبل آشنا بشیم، یک سناریوی ساده رو تو میک اجرا کنیم و فرق API و وب‌هوک رو با هم دیگه بررسی کنیم. سلام، من محمدم، اتوماسیون اکسپرت و پرفورمنس مارکتر و خوشحالم که یه ویدیو دیگر داریم با هم شروع میکنیم. خب تو این ویدیو قراره که کارهای بیسیک اتوماسیون رو با هم بررسی کنیم، برای اینکه تو جلسات بعدی میخوایم بیشتر با هم سناریوهای پیشرفته تر رو با هم بررسی کنیم. تو این ویدیو با هم بررسی میکنیم ببینیم API چیه. اصلا ما میخوام ببینیم API چیه و چه فرقی با وب‌هوک داره. API همونجوری که میدونید Application Programming Interface هست که راهی برای ارتباط بین برنامه ها رو با هم فراهم میکنه. یک مثال اگه براتون بزنم، شما وقتی داخل یک رستوران میرید و غذا رو سفارش میدید به گارسون، اون حکم API رو داره. شما یک درخواستی رو میدید و اون رابط بین شما و آشپزخونه است که شما بعد اینکه اون درخواست رو دادید API اون کار رو انجام میده که درخواست شما رو به آشپزخونه میرسونه و بعد از انجام اون به شما تحویل میده. حالا فرقش با وب‌هوک حالا چجوری عمل میکنه؟ API معکوس. شما وقتی منتظر کسی هستین، اینجوری نیست که همش برین در رو باز کنین ببینین اون شخصی که منتظرشین پشت در هست یا نه. وای میسین و تا وقتی زنگ رو زد میرین در رو باز میکنین. این عملکرد رو بهش میگن عملکردی که وب‌هوک انجام میده. حالا برای چه کارهایی بعد از API و چه کارهایی از وب‌هوک استفاده کنیم و برای چی داریم این رو یاد میگیریم؟ برای اینکه تو یه سری از مواقع باید از وب‌هوک استفاده کنیم، مثل اینکه یک فرمی رو داریم ما توی وبسایت یا جایی تو لندینگ پیجی و وقتی اون فرم پر میشه، اون اکشن اتفاق میفته، باید اون سناریو ما اتوماتیک عمل کنه و به واسطه اون تنظیماتی که ما توی میک یا انتینمون یا زپیرمون انجام میدیم. و حالا بریم با هم یه سناریو رو اجرا کنیم. توی سناریو هم با محیط ها بیشتر آشنا بشین، هم براتون بیشتر این مثال جا بیفته. شما وقتی وارد سایت میک بشین با یه همچین UI مواجه میشین که خیلی جذابه، خیلی کاربرپسنده و وقتی که حسابتون رو باز کنید که میتونید تیمتون رو اد کنید، یوزر رو داره که چه یوزری داره استفاده میکنه، سابسکرایبشنتون رو داره که بدون این الان چه چیزی رو سابسکرایب دارید، پیمنتتون و اپ هایی که وصل کردید، وریبلاتون و سناریوهاتون. سمت چپ هم یه منو سمت چپ رو با هم نگاه بکنیم. سمت چپ سناریوهایی که اجرا کردید رو میتونید ببینید و همینطور اگر اینجا شما یک پروژه‌ای داشته باشید که سناریوهای مختلفی داشته باشه برای مشتریتون یا خودتون، میتونید اون رو داخل فولدر بذارید که خیلی حجم سناریوهاتون حالا مثل من زیاد نشه. و قسمت تمپلیت رو داریم که خیلی کمک میکنه بهتون، مثل دانشگاه میمونه. میتونید تمپلیت های مختلف سناریوهایی که اجرا شده رو اینجا ببینید و تمرین کنید و خیلی بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این کار رو بکنید، مخصوصا وقتی که میک یه اکانت فری هم داره و میتونید راحت این کار رو انجام بدید. قسمت کانکشن هاتون هست، کانکشن هایی که تا حالا وصلش کردید رو بهتون نشون میده و وب‌هوکتون هست که میبینید اینجا وب‌هوک هایی که فعال دارین رو میتونید اینجا آن آف کنید، دلیت کنید، ادیت کنید و به همین طور قسمت مورک کی و دیوایس و این موارد رو داره. و قسمتی که کامیونیتی این میک هست که خیلی اخبار جذابی توش داره، میتونید ببینید و کلی سوال بپرسید ازش و ببینید چه اپلیکیشن هایی هست و بقیه موارد. خب میریم سراغ این که یک سناریو با هم بسازیم و یه سری موارد رو با هم بررسی کنیم. ما تو این سناریو قراره که ایرتیبل رو فراخوانی کنیم و یک کپشن اینستاگرام بسازیم و مجدد اون رو بیایم ایرتیبلمون رو آپدیت کنیم، که واقعا یه چیز بیسیک رو خواستم اجرا کنم که حداقل بدونید که روند کار چجوریه. و
من قبلش میام براتون ایرتیبل هم توضیح بدم. شما وقتی ایرتیبل رو باز میکنید یه همچین چیزی رو میبینید که ایرتیبل تقریبا میتونم بگم تلفیقی از ابزارهای مدیریت و اکسل هست و همچنین گوگل شیت که من خودم خیلی ازش استفاده زیادی میکنم، که میتونید اینجا تمپلیت ها و اپ ها رو هم ببینید که برای چه کارهایی انجام میشه. مثلا برای پروژکت منیجمنت انجام میشه که میتونید طبق هر متدولوژی که دارید کار انجام میدید، کنبن، اجایل، میتونید این رو ببینید. قسمت مارکتینگش هست که میتونید پروژه هاتون رو ترک کنید، سوشال میدیا کلندر داره، کمپیناتون رو مدیریت کنید و خودتون میتونید حالا بقیه موارد رو ببینید. قسمت مارکت پلیسش هست که میتونید ادز های مختلف رو اد کنید، ادای مختلف رو میتونید اد کنید که خیلی به کارتون میاد. و برگردیم اینجا بریم سراغ کاری که میخوایم انجام بدیم. خب من اینجا میام یه ورک اسپیس میسازم به نام یوتیوب، تایید میکنم و وقتی ورک اسپیس رو ساختم میگه خب تیبلت هم بساز، یا میتونید بر اساس AI تیبلتون رو بسازید که البته میتونید بهش پرامپت بدید، بگید که چه چیزی میخواید و بر اساس اون میاد تنظیمات رو انجام میده. و میتونید اسکرچ این کارو کنید که من حالا اسکرچ رو میسازم که وقتی این کارو کردید خودش دیفالت یه چند تا ستون رو براتون میاره. میتونید فایل هایی رو که توی گوگل شیت یا اکسل یا به صورت CSV هست رو این داخل بیارید، یا میتونید حتی اینجا میبینید کلندر رو یا مارکتینگ کمپین ها رو داره. حالا من میام یه فایل CSV که قبلا اومدم درست کردم رو اینستاگرام کپشن، وقتی که آپلود کنیم اتوماتیک متوجه میشه که باید چه چیزهایی رو اد کنه: کیورد، سرچ والیوم، هوک، کانتنت، CTA و اینستاگرام کپشن. این هوکه این قراره که بعداً بشه ریلز و شورت یوتیوب و ریلز اینستاگرام که میتونید آن لیمیتد بسازید. اینو توی ویدیو بعدی براتون توضیح میدم که توی این هفته 2 تا ویدیو میتونید داشته باشید. یکی این که چجوری NHN رو لوکال هاستتون داشته باشید و چجوری میتونید ریلز و شورت یوتیوب رو اتوماتیک بسازید. خب ما اینجا اومدیم ساختیم تیبلمون رو. اینجا میتونیم اسمش رو عوض کنیم، یوتیوب تمپلیت، و تیبلمون رو هم میتونیم رینیمش کنیم آیدیا. خب ما ایرتیبلمون رو ساختیم. حالا ببینیم چه ویژگی های دیگه ای داره میتونیم روی این ایرتیبلمون داشته باشیم. ما میتونیم اتوماسیون داشته باشیم، در یه جایی مثل یه سری ابزارهای تولید محتوا داشته باشیم، یا مثلا فرم داشته باشیم که البته اینجا خودش هم فرم داره. ولی اگر یک فرم ثانویه مثل جایی که گوگل فرم هست رو داشته باشیم، میتونیم به وسیله وب هوک اون رو به اتوماسیون انتقال بدیم، تریگر تعریف کنیم و انجام بدیم. یه بخش اینترفیس داریم که داشبوردمونه که میتونه یه گزارشی از فرآیندهای دیتامون بهمون بده، و همچنین ما یه قسمت فرم داریم که میتونیم فرم هر نوع فرم ثبت نام یا چیزی رو داشته باشیم اینجا اتوماتیک داشته باشیم که خیلی کارایی خوبی هم داره. و وقتی که این فرم پر میشه اتوماتیک میاد و توی دیتاتون میشینه. و حالا میریم سراغ میک. برای اولین راه ما باید بیایم یک ماژول اضافه کنیم. این ماژول ها اپلیکیشن هایی هستن که خود نرم افزار میک اومده اینها رو درست کرده که بتونید کانکت بشید به اون اپلیکیشن. ما ایرتیبل رو وقتی انتخاب کنیم میبینیم که مدل های مختلف این ایرتیبل اومده، یا باید واچ رکورد باشه، یا مثلا سرچ رکورد باشه، یا دیلیت رکورد باشه. خب ما میخوایم اول ببینیم چه چیزهایی داخل ایرتیبلمونه، پس ما سرچ رکورد رو میزنیم. اینجا ایرتیبلتون رو اگر نداشته باشید باید اد کنید
کانکشن تایپ رو بزنید، انتخاب کنید و اتوماتیک وصل میشید به ایرتیبلتون اگر اکانت داشته باشید. یوتیوب تمپلیت رو انتخاب میکنیم چون که اونجا یوتیوب تمپلیت ساختیم و آیدیا هوک میبینید دقیقا همینو اومده به ما داده. وقتی که انتخاب میکنیم ما اینجا قسمت سورت داریم. این به ما میگه که میخواید سورت کنید بر چه اساسی این ایرتیبل بره دیتاهای شما رو بخونه. من فعلا اینو نمیزنم، میزنم سلکت آل. تاییدش که میکنم اینجا یه قسمت داره به نام ران. وقتی اینو بزنید سناریوتون ران میشه. اینجا میتونید به خب میبینید اینجا رفت ایرتیبل رو خوند و دیتا هایی که اینجا بندلایی که داشت رو اومده برای ما خونده. حالا ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم بیایم اینجا اسکیجول کنیم که هر وقت دیتا اومد بخونه، یا مثلا یه بار بخونه یا هفته یه بار، ماه یه بار، یا مدل های مختلف میتونیم اینجا تنظیم کنیم براش. یا حتی قسمت ادوانس داره که چه موقعی چه اتفاقی رو چه ستونی افتاد اون کار رو انجام بده. حالا ما وارد این بخش نمیشیم الان. ما یک بار اینو انجام دادیم و اومد فراخوانی کرد. حالا من اومدم اینجا میام بهش اوپن ای آی رو وصل میکنم که یک قسمتی هم از API داشته باشیم تو این جلسمون. اگر اینجا شما اوپن ای آیتون رو داشته باشید که اوکی، اگر نداشته باشید ادز میزنید. گزینه اد رو که بزنید اتوماتیک API کی رو که داخل اوپن ای آی قسمت API لاگین setting API key و create new secret key رو که بزنید اینجا میتونید نام انتخاب کنید و اون کار و بیاید اون secret key رو API key رو که بهتون میدن اینجا اد کنید و سیو بزنید. و حالا چون من که دارمش اینجا میام انتخاب میکنم for omni خب میاد اینجا حالا انتخاب بکنید که چه رولی داشته باشه. رولی که میتونید بهش بدید یا یوزره یا اسیستنت یا مدل سیستمه. ما چیزی که الان میخوایم مدل یوزره، یعنی پرامپت بهش بدیم و اون جواب پرامپتمون رو به همون بده. حالا فقط همین رو اومدم نوشتم براش. و شما میتونید پرامپت رو از داخل خود اوپن ای آی پرامپت بهش بدید و بگید که مثلا تو یه سوشال مدیا منیجر هستی یا هر چیز دیگه ای و بعدش میگیم که اوکی تو این رولو هستی و بیا این محتوای من رو، حالا میتونیم بهش یا کیورد رو بدیم یا هوک رو بدیم یا محتوای اصلی رو. من اینجا میام بهش هوک رو میدم، بهش میگم که تو سوشال مدیا، خیلی ساده فقط خواستم اینو انجام بدم، بیا بر اساس این یه محتوای اینستاگرام کپشن بنویس برامون. اینم 200 تا ماکسیموم توکن انتخاب میکنیم و مجدد میایم این رو تست میکنیم. خب یه اشتباهی که من کردم این بود که روی یه دونه تنظیم نکردم. اینجا لیمیت رو همینجوری که میبینید لیمیت رو روی 1 باید بذارین یا هر چیزی. من فعلا چون یه بار میخوام فراخوانی کنم این کار رو انجام میدم. 1 بار این رو میخونه و 1 بار میاد کپشن رو برای من مینویسه. حالا من این رو میخوام برگردونم این کپشن جدید رو میام یه تایتل انتخاب میکنم و میام فیلدی که این باید باشه رو انتخاب میکنم. اگر قراره عکس درست کنه میام عکس بهش میدم، یا بهش اگر متن باشه، متنی که نمیدونیم چقدر طولانیه، بهش لاین تکست رو میدیم create file و یه دونه هم بهش ایمیج درست میکنم که حالا اینم داشته باشیم. مجدد میریم توی ایرتیبل 2 تا فیلد جدید اضافه کردیم. پس برای به این خاطر نگاه کنید
2 تا فیلد جدیدارم باید دوباره فراخوانی کنیم. حالا میایم یه دونه دیگه به AI انتخاب میکنیم و این دفعه Generate Image میزنیم، مدلمون رو دالی انتخاب میکنیم، میایم بهش پرامپت رو بهش میدیم Create Digital College Style Instagram Post Feed. خب توی عکس برامون درست کن با نوع کالج استایل و رنگ بنفش که متناسب باشه با سوشال مدیا و حالا بهش میگیم که با این هوکی درست کنه. اوکی میکنیم و یه بار دیگه ران میکنیم این رو. داره جنریت میکنه. خب عکسمون تولید شد. حالا ما باید بیایم اینجا، یادتون نره حتما این رینیما رو انجام بدید که بعداً به مشکل برنخورید. و حالا این وقتی این فرایند رو ما باید برگردونیم به ایتیبل، کارهایی که اینجا انجام شده رو. Update a record، بیسمون رو انتخاب میکنیم، تیبلمون رو انتخاب میکنیم. خب میاد میگه که این حتما خیلی براش مهمه که بدونه کدوم آیدی رو میخواد استفاده کنه، از چه آیدی خونده و بعد روی همون آیدی بیاد این رو آپدیت کنه. پس ما آیدی که اینجا خودش اتوماتیک جنریت کرده رو بهش میدیم و یه دونه کپشن نیو اینجا داشتیم ما که ریزالتش میشه این و ایمیجمونم اینجا یه دونه بهش، اینجا ایمیج داشتیم که ایمیجم URLش میشه دیتا URL، فایل نیم هم نمیخواد داشته باشیم. خب میایم حالا یه بار اینو ران میکنیم ببینیم چجوری پیش میره. خب اینجا میبینید که اومد آپدیت کرد، کپشن رو گذاشت و همچنین یک عکس رو برای ما دیزاین کرد. حالا خیلی این دیگه میتونید این رو با پرامپتتون تغییر بدید که چه چیزی رو درست کنه. حالا یه چیزی که وجود داره، شما اگر هر بار این رو بزنید ممکنه که این اتفاقا بیاره دقیقا این رو جنریت کنه. پس ما چیکار میکنیم؟ میایم یه استاتوس درست میکنیم، سینگل سلکت، اینجا میزنیم ویتینگ، یک ضرب باشه و کپشنمون هم میزنیم دان. چرا؟ که هر کدوم رو بهش میگیم هر کدوم رو وقتی انجام دادی بیا استاتوس ها رو دان کن اتوماتیک که به مشکل نخوره. همه رو اینجا ویتینگ. الان میایم اینجا بهش میگیم که هر کدوم رو، ببخشید یه بار بعد بیایم اینجا چون که یه دونه جدید بهش اضافه کردیم دوباره آپدیت کنیم و در اینجا بهش بگیم که استاتوس رو دان کن. حالا
اومدیم اونجا اونو درست کردیم، بعد بیایم بهش بگیم سورت کن بر اساس استاتوس و اینجا میره میخونه مجدد کپشن رو تولید کرد، عکس رو گذاشت. بله همونجوری که میبینید دیگه نمیاره رو فایل تکراری این کار رو انجام بده. و اگر بخوایم این رو در سوشال مدیا اد کنیم میتونیم این رو بزنیم اینستاگرام create a photo post، بزنیم فوتو URL رو انتخاب میکنیم، میگه که چه URLی رو میخواید. ما URLمون رو اینجا در قسمت ایمیج قبلا گذاشتیم. کپشنت چی باشه؟ کپشن هم گذاشتیم، یا میتونیم مستقیم بذاریم از اینجا کپشن رو اینجا، یا میتونیم از این استفاده کنیم. من از این استفاده میکنم و یک بار دیگه این رو اد میکنیم. بله خب میبینید همون جوری که مشاهده میکنید اینجا اومد این رو گرفت ارسال کرد و داخل سوشال مدیا ما آپلود کرد. حالا چجوری میتونیم متوجه بشیم که آیا آپلود کردی یا نه؟ البته میتونید داخل اینستاگرامتون رو ببینید، ولی اینجا اگر اینستاگرام بزنید و گت مدیا رو که انتخاب بکنید مدیا آیدی پست و ران، یک بار سناریو رو میایم ران میکنیم. خب اینجا اومد آپلود کرد، الان فکر کنم تو مرحله اینستاگرامه و اومد به ما فایلمون رو داد. خب این لینکیه که برای ما اومده و کار رو انجام داده. میریم میبینیم چیکار کرده. اینستاگرام و محتوایی رو که ما گذاشته بودیم برامون آپدیت کرده. خب حالا چجوری میتونید این رو برگردونید دوباره به ایرتیبل؟ میتونید دوباره این ایرتیبل رو بیاین یه دونه دیگه اینجا بذارین مثل این، آپدیت رکورد رو بزنید و اینجا یک اینستاگرام لینک داشته باشید که اگر خواستید، البته باید URL رو انتخاب کنید، تایید، اینجا یک بار این رو اوکی میکنیم و حالا این هر وقت برگردونه، هر وقت کار انجام شه میتونه URLی رو که ما اونجا روش کار انجام دادیم رو اتوماتیک برگردونه و اگر مشتری داشته باشیم میتونه بیا تیبل رو چک کنه ببینه که واقعا کار انجام شده، یا حتی خودتون میتونید متوجه بشید که برید ببینید کجای کار مشکل داره. این خیلی به دردتون میخوره. اینستاگرام لینک، پست آیدی، این دقیقاً پرمالینک رو که انتخاب کنید این رو برمیگردونه. یه بار دیگه این رو اجرا، همون جوری که میبینید اومد لینک رو ما برگردوند و ما داریم. حالا میتونید این رو برای خودتون درست کنید که هر یک روز یه بار بذاره، هر هفته یه بار بذاره، روزی 10 تا بذاره و میتونید این رو تو سوشال مدیاهای مختلف بیارید. اگر خواستید میتونم من بنویسید اینجا که من براتون سوشال مدیاهای مختلف رو تست کنم، مدل های مختلف، مدل رو بزرگترش کنم
و فکر کنم برای جلسه اول خوب باشه. اینو تست کنید، هر جا مشکل داشتید میتونید تو کامنت ها از من بپرسید و خوشحال میشم لینکدین منو فالو داشته باشید. هر سوالی داشتید میتونید با من در ارتباط باشید. امیدوارم خوب و خوش باشید و همیشه حرفه‌ای و حرفه‌ای تر باشید. خدا نگهدار.